خداوند در وقت و بی وقت، تو هر وقتی زنگ بزنید بهت وقت میده و اون قدر خداوند محترمه که وقتی با داری باش صحبت میکنی حرفت هم قطع نمیکنه، چپ چپ هم بهت نگاه نمیکنه. بعضی تو خانه خدا به مردم چپ چپ نگاه کرده. تا دیروز نگاه کن چه کار میکرد، حالا سرش به سنگ خورده، حالا دیگه نگاه کن. یکی توبه کرده بود از رقصیدن تو عروسی، یا حالا رقصیده سر عروسی نمیدونم قوم و خویشش، یکی بهش گفته بود حالا تا دیروز یادته ساخت گذاشته بودی رو سرت؟ ساخت میدونی چیه؟ چمدونی که لباس عروس توشه. خیلی کار زشتیه نه؟ لباس عروس بذاریم تو چمدون رو سرمون تو کوچه ها برقصیم، اونم مرد. خیلی زشته. بعض موقع کارهای زشتی سازم میزنه تو کوچه ها، زن و مرد. یه مردم چمدون رو سرش گذاشته. میدونی چی جوابش داد؟ گفت تا دیروز نفهمیدم، امروز فهمیدم، توبه کردم، خدا منو ببخشه. تا دیروز اشتباه کردم، خدا منو ببخشه، امروز فهمیدم دیگه نمی‌کنم. خیلی ها میان تو رو تحریک بکنن، آمدی توبه کردی، هی میگن تا دیروز. و بعضی تهدید میکنن که فیلمت نشون میدیم، فلانت میکنیم. من چند سال پیش رفتم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، چشمم افتاد به کتابی الفنانات و تائبات، زنهای هنرپیشه توبه کنندگان، هنرپیشه های معروف مصر. بعضی 60 سالشون بود، 70 سالشون بود که خوانندگی میکردن، تو فیلم های مبتذل بازی میکردن. سبحان الله. این چه کتابی است؟ الفنانات و تائبات. رحمت خدا مال همه است. هر وقتی احساس نیاز به رحمت خدا کردی، همون وقتشه. تو خانه خدا به کسی چپ چپ نگاه نکنید. انسان چپ چپ فقط باید به خودش نگاه بکنه. اگر این انگشت من به طرف مردمه، 4 تا این انگشتام باید به طرف خودمه. درسته؟ این 3 تا برمیگرده. وقتی من اشاره میکنم یعنی 4 تاش به طرف خودم، یکیش به طرف تو. و یکی از شبها الجزیره مصاحبه ای داشت با همین یکی از زنهای هنرپیشه مصری. یک حجابی پوشیده بود که صورتش قرصی از نور بود، از ماه بود، مثل این که تکه از ماه بلند کرده بودن تو صورت این زنی. خیلی مصاحبه طولانی. میگفت ما راهمون رو انتخاب کردیم، این همه آواز و این همه خوانندگی و این همه بازی تو این فیلم و با این مرد و با این مرد و تو فیلم زن اون مرد میشدیم، زن اون مرد میشدیم، دوست با اون مرد آخر مطاف فهمیدیم که باید بر بگردیم، این راه نیست. میگفت حالا شما نمیترسی که فیلماتون رو الان بیشتر مطرح بکنن اون فیلم هایی که قبلا بازی کردی؟ گفت ما تصمیممون گرفتیم، خدا یکیست و دو نیست.